أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران، کمی سفر راست میگرفتین، جوز میشیدین، دیگر را جا میفتند. هر کس اگر بیاد در زود سفر راست درست بگیرد، دیگر را وقتی آمدن جا پیدا میکنند. بارک الله فیک. الله تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای الله سبحانه و تعالی خاص برای ما و شما است، خاص برای بندگانش است، برای اینکه بندگانش در این دنیا، در زندگی، در حیاتشان از نعمتهای پروردگارشان لذت ببرند، از نعمتهای پروردگارشان استفاده ببرند. اگر ما و شما و تمام مردم جمع شوند، اون نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما داده است، یا اون خوبی هایی که الله سبحانه و تعالی نسبت ما و شما میکنند، اگر حسابش کنیم، از بس که بسیار اصلا حساب کردش نمیشه. ما و شما شب و روز در نعمت به سر میبریم. احاطه از هر طرف نعمت های پروردگار ما و شما را احاطه کرده. هرچند که اگر ما و شما لطف کرمی و مهربانی و دلسوزی پروردگار ما اگر بگوییم، بازم نمیتونیم توصیف کرده اون چنان که الله سبحانه و تعالی مهربان است نسبت بندگانش. الله تبارک و تعالی صالحان را که بهشتی هستند بسیار دوستشون دارد. الله تبارک و تعالی بیان محبت و اعلان دوستی کرده و خداوند دوست و دوست می‌دارد اون بندگان خوبش را، بندگان نیکوکارش را. ان الله یحب المحسنین، بندگان خدا ترس. ان الله یحب المتقین، اون بندگانی که به الله توکل میکنند. ان الله یحب المتوکلین، اون بندگان عاقل شه، اون بندگان پاک شه، اون بندگانی که همیشه عدل رعایت میکنند، عادل هستند، الله سبحانه و تعالی بسیار دوستش میدونه. سبحان الله. الله تبارک و تعالی در چندین جاها، در چندین آیت های قرآن صراحتا اعلان میکند دوستیش را، که خداوند این بندگان خوبش بسیار دوست میدارد. و چقدر الله سبحانه و تعالی مخلصانه و صادقانه نسبت دوستانش، یعنی شانس های زیاد میدهد، کمک زیاد میکند، نصرت میکند تا بندگانش، تا دوستانش در زندگیش پیشرفت بکنند، تا در زندگیش ترقی بیابند.
و اما اون کسانی که از الله سبحانه و تعالی دوری میگیرند، با گفتار الله و رسولش عمل نمیکنند، یعنی الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت برای همین بندگان خوبش گردونید. یعنی خوشبختی دنیا و آخرت مال صالحان است، مال پاکان است، مال خوبان است، مال بدان نیست. ما و شما در یگان جای قرآن کریم یا در یگان جای حدیث ندیدیم که خداوند بگه که خداوند آدمای بد دوست می‌داره، آدمای مفسدا را دوست می‌داره. خداوند نگفته که ظالما را دوست می‌داره، بدکارا را دوست می‌داره، و نگفته است که خوشی دنیا و آخرت و خوشبختی دنیا و آخرت نگفته است مال بدان است، بلکه گفته است مال کی است؟ صالحان است، مال خوبان است، مال پاکان است، مال عاقلان است. و هر آن کسی که خوشبختی دنیا و آخرت را در غیر خوشنودی الله سبحانه و تعالی جستجو میکند، اون که هرگز به خوشبختی دنیا و آخرت نمیرسد، به سعادت دنیا و آخرت نمیرسد. یعنی انسان زمانی که از پروردگارش که از هیچ که نبود خلقت بنده اش را و راهنمودش ساخت و راه مستقیم، راه راست و راه بد براش نشون داد، تعلیم داد، وقت انسان بنده از پروردگارش دوری میگیرد و رو به معصیت می آورد، رو به گناه می آورد، این انسان که گمراه می شود، به خوبی نمی رسد، به سعادت نمی رسد. گناه انسان کمر انسان می اشکند. یعنی هر کس اگر رو به محرمات آورد، کارهای فحشا انجام داد، زشت، پلید، دست به زنا، دست به گناه بزنه، گوش به موسیقی بدهد و نگاهش به محرمات باشد، این انسان پیشرفت نمیکند، انسان به سعادت نمیرسد. یگانه راه سعادت و خوشبختی در اطاعت الله و رسولش است. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. هر کس از الله و رسولش اگر اطاعت و فرمانبرداری کنه در زندگیش، در حیاتش، در این دنیا، فقد فاز فوزا عظیما، به تحقیق کامیاب شد، کامیاب بسیار بزرگ، به خوشبختی دست می آورد. اما و من یعصی الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. هر کس از الله و رسول اگر دوری بگیرد، با فرمان الله و رسول اگر اعمال نکنند، وای فقط ضل ضلالا مبینا، انسان در ضلالت گمراه می شود در دنیا. یگانه راه سعادت، راه خوشبختی در اطاعت الله سبحانه و تعالی است. الله تبارک و تعالی ما و شما را تعلیم می‌دهد که یعنی آرامش، سکونت، برکت، خوبی، آسایشی در گناه نیست، در معصیت نیست، در حرام نیست. حرام زندگی انسان سخت میکنه، زندگیش بی برکت میکنه، زندگیش پریشان میکنه. آرامش، سکونت زندگی، راحت زندگی فقط در چی از ذکر و یاد و فرمان برداری از الله و رسول است. که در سوره مبارکه رعد الله سبحانه و تعالی میفرماید
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. کسانی که ایمان آوردن با ذکر و یاد و فرمان الله سبحانه و تعالی، تطمئن قلوبهم، دلهاشون آرام میاد در زندگیشون، از زندگیشون لذت میبرند، آسایشی و برکت زندگیش احساس میکنند. الا بذکر الله تطمئن القلوب. در ادامه آیت مبارکه الله سبحانه و تعالی خالق ما و شما، خالق دنیا، میفرماید که الا، شما را بدونید خوب، در خاطرات بسپارید که یگانه چیزی که انسان در زندگیش آرامش پیدا میکند، سکونت پیدا میکند، دلش و زندگی خوب پیدا میکند، این به ذکر الله، به ذکر و یاد و فرمان الله سبحانه تعالی است. اما اگر هر کس که بیاید از فرمان الله سبحانه و تعالی دوری بگیرد، گفته های پیغمبر را عمل نکند، نماز و روزه و ذکر یاد پروردگار نکند، تلاوت قرآن نخواند، اعمال صالحه انجام ندهد، از پروردگارش رو بگرداند، دست به دست دشمن و شیطان بدهد، آنگاه الله سبحانه و تعالی چی می‌فرماید؟ ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. یک قاعده کلی است و قاعده است که هرگز تغییر نمی آورد. هر کس، هر شخصیت که باشد، اگر با این آیه مبارکه اگر که اعمال نکند، در زندگیش مشکلات سخت مواجه می شود که خداوند فرمود و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. هر کس از یاد من، از فرمان من دوری بگیرد، از نماز و روزه و ذکر عبادت، اعمال صالح، اعمال شایسته اگر دوری بگیرد، فإن له معیشة ضنکا، حتما زندگی این انسان بسیار سخت می شود، زندگی پریشان می شود، زندگی ببرکتی، زندگی حیران دیگه نمیدن چیکار کنه، در حالی که کار هم میکنه، پول هم داره، اما هیچ برکتی نداره، هیچ آسایشی نداره. از این طرف یا کارش، از این طرف فرزندش، از این زنش، از این طرف، از هر طرف یک بیقراری از در زندگیش. دنیا با وجودی که وسعت که شده است، در نظرش تنگ می شود، دلش تنگ می شود. الله سبحانه و تعالی فرمود کسانی که از من دوری میکنند، از یاد من، از فرمان من، زندگیش بسیار سخت می شود و این را همه خیلی انسان در روز محشر، در روز قیامت کور حشرش میکنه. از گور بلند می شود، کور را نمیبینه پیش پاشه، چه عذاب سخته. من میگه قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا. خطاب میکنه پروردگار، من بینایی داشتم در دنیا، چشم داشتم، میدیدم، برای چی من کور خلق کردی دیدم؟ پروردگار میگه که كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها فكذلك اليوم تنسى. چون در دنیا فرمان من به پیش تو میامد، رو میگردوندی، از گفتهای من دوری میکردی، مرا فراموش کردی، نماز مرا فراموش کردی، زکات مرا فراموش کردی، حج مرا نکردی، صدقه و کمک نصرت نکردی، از شهوتت، از خواهشاتت، از شیطان پیروی کردی، مرا فراموش کردی، امروز هم تو را فراموش کردی. و كذلك اليوم تنسى.
تونسا بنابر همین در مخصوص در عصر ما و شما، یعنی نتیجه همین آیت قرآن بسیار روشن‌تره. مفهومش یعنی با آسانی ما و شما درک میکنیم که ببینه که تا حتی امروزه عصر 21 تا حتی کشورهایی که بسیار پیشرفته هستند مثل امریکا و اروپا و دیگر جا، ببین وقتی که محرمات بسیار آزاد هستند، مردم هر چی که دلشون میخواهند به محرمات دست میزنند، یعنی مال حرام میخورند، ریبا یا موسیقی گوش میکنند یا که چشم حرام نگاه میکنند، زنا و غیره به انجام میدن. یعنی که هر چی که شهوات است، هر چی که فساد است، تباه است، دست میزنن، آزاد هستند. ببینید که چقدر در سالانه آمار خودکشی میشود. در خود طبق آمار در خود امریکا 25,000 آدم در سالش به دست به قتل میرسونند. همین در فرانسه، در ایتالیا، در گرمانیا، در دیگر کشورهایی که اروپا که آزادی هست، فسق فجور، یعنی همه کار به دست میزنن، آخر نهایتا میان دست به خودکشی میزنن. برای چی؟ برای که اینجا آرام نیست. اینجا در حال اگر نگاه کنی و یا از چی کمبودی داشتن، از یگان چیز کمبودی نداشتن، بهترین شراب می نوشیدن و بهترین دختر می رسیدن یا که بهترین بچه را اختیار میکردن، یا هر چی که میخواستن دلشون انجام بدن از گناه، از تباه. اما نهایتا ببینه تا اونجا گناه معصیت، اما اینجا که آرامش ندارن، نهایتا نه شراب، نه قمارشون، نه زیناشون، نه یگان گناهی که دلش میخواست از خودکشی رهاش نمیکرد، بلکه همه عیش عشرت کیف و سفر رها میکردن، دست به خودکشی میزنن. چرا؟ و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، چون که از یاد الله دور شده، از الله دور شدن، قلب فساد شد، قلب مرد. اگر دست پا اگر راحت ببرن، لذت ببرن، اما اینجا لذت نمیبره، اینجا تنگ است، اینجا عذاب میکشه، نمیدونه دیگه چیکار کنن، نهایتا دست به قتل میرسن. اما بعضی ها هستند که کمغن هیچ هم ندارن، در دین خدا هستن، به الله مهر محبت دارن، نماز و روزه و عبادت میکنن، پروای دین ندارن، خوشبختن در زندگیشون، آرامیش پر برکت هستن. که در باره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی ریشش هم میگه ریشه گناه معصیت از اینجا بلند میشود، از قلب، که در اصل در این دنیا که میان همه حب دنیا، همه عیش عشت، همه گناه، همه چیز از قلب سر میزنه، سرچشمه است از اینجاست. که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در باره قلب، الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت جسد كله و اذا فسدت كله الا وهي القلب. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بدن و اعضای انسان یک پارچه، یک تیکه گوشتی است. اگر همون گوشت اگر اصلاح شود، تمام اعضای بدن انسان اصلاح میشوند، درست میشوند. اگر زمان همون پارچه و تیکه گوشت بدن انسان اگر فاسد شود، تمام اعضای بدن انسان فاسد میشود. الا وهی القلب. آگاه باشید، یا بدونه که اون پارچه و تیکه گوشت که در بدن انسان است، این قلب انسان است، این دل انسان است. همه یعنی زمانی که این فساد شود، دل دیگر از معنویت میموند، انسان دست به گناه میزنه، دست به معصیت میزنه، فاسد میشود.
خراب میشود، به مقصدش نمیرسه. در برای دل هم در دیگر حدیث پیغمبر خدا سلام میفرماید که تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. تو آخر حدیثه پیغمبر خدا صلی الله علیه و فرمایند که یعنی زمانی می شود که فتنه ها مواجه این قلب می شود، یا مقصد که وسوسه ها زیاد می شوند، گناه زیاد می شود، معصیت زیاد می شود، یعنی از هر طرف مواجه قلب بشن، مواجه انسان می شود که همین زمان ما و شما است که امروزه فساد به اوج بالا رسیده است. هر جا اگر ما و شما نگاه کنیم چشم بر فساد میخورد، چشم بر دخترای لخت برهنه میخورد. اگر پیش نگاه کنیم میخورد، چپ نگاه کنیم، راست نگاه کنیم، خفا بریم، اگر هر جای نگاه کنیم یعنی همه جا چشم به حرام میزنه، همه حرام منتشر شده. و در خانه هم باشیم، در داخل خانه هم تلویزیون نگاه میکنی، هر شبکه ها همیشه کانال های حرام نشون میدهد. وقتی که داخل یوتیوب و فیسبوک و دیگر شبکه های اینترنتی میشیم، در او صحیفه صورت های لخت برهنه دخترها رو پیشنهاد میدن، یا که فیلم ها یا که کادرهای حرام هم برای ما شما پیشنهاد میکنن. یعنی هر کاری کنیم، هر جای بریم، همه جا حرام است، همه جا وسواس، همه جا فتنه. که در ادامه حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و میفرماد زمانی که فتنه و وسواس و گناه مواجه قلب شد، یعنی که انسان روپروی گناه شد، وقتی که به خاطر الله گناه رد بکنه، مرتکب گناه و حرام نشود، دل پاک سفید می شود. اما اگر مرتکب گناه شود، هر وقت که انسان مواجه و مرتکب حرام شود، دلش در یک نقطه سیاه پیدا می شود. هر دفعه که دست به معصیت به گناه می زند، نقطه سیاه زیاد می شود تا اونجا که تمام دل برطرف، دل احاطه میکنه، نقطه سیاه، دل سیاهش می شود، دل میمیرد. وقتی که نهایت دل که مرد، انسان دیگر کسل می شود. نهایت نتیجه را میبینیم که بسیار مردم اگرچه امکانات خوب دارن، اما خوشبخت در زندگیشون نیستن، دست به جنایت های بسیار میزنن. یکی از برادران نقل میکرد که دانشجوی بودم در کانادا، دختری درس میخوندم، همین خیلی کار میکردن در بلنسه، از احوال مریض ها و کسلی ها بیمارا یعنی خبردار میشدم، نگاه میکردم، خدمتشون میکردم. یک روز میگه یک گذاشتم که چشم به یک جوان یوش غلطید که نامش محمد بود، خیلی بیماری سخت بود. نزدش اومدم، میخواستم خدمتش کنم. محمد چون که نام اسلامی است، نام پیغمبر ما است، دلم سوخت براش. میگه رفتم نزدش، خواستم که یگان خدمتش کنم. اون اپارات های دستگاهی که متصل بودن به این بیمار، به محمد، اونها نشون میدادن که احوال این محمد خیلی بد است. بعد خواستم جستجو کنم خیش تبارش کی است اینجا. بعد متوجه شدم که مادر داره. رقم تلفن مادرش گرفتم، زنگ زدم برای مادرش که گفتم که شما با خبر هستین که فرزند دادن که احوالش خیلی سخت بده، حتما باید شما بیاید. و مادرش گفت که مقصد من کار دارم، مشغولم، خیلی فلان. گفت خیلی ببین خودت، شاید که تا آخری کار تا مقصد شاید کار بگذره، فرزند دیگر نبینی. نیم ساعت گذشت، میگم مادرش اومد. من با مادرش صحبت کردم. وقتی که مادرش دید پسرش که خیلی احوالش بده، وقتهای و ثانیه و دقیقه آخری امر شد، مادر گفت سیله رحم در گریه غلطید، گریه کرد.
خشت نتونست خبیده. بعد هم صحبت کردم با مادرش که چرا شما قرآن نمیخونه اینا. مادرش گفت که شما مسلمان هستید؟ من گفتم بله من مسلمان هستم. مادرش عرب از طرف عربستان میگه گفت من نمیتونم قرآن خوندم، نمیدونم چی بخونمش. بعد گفتم که حداقل سوره فاتحه را نمیدونی بخونیش؟ شما نماز میخونین؟ بعد مادر میگه که من نماز این سال اون سال این عید میخونم تمام. یعنی هر یک سال که عید میاد هم وقت عید روز عید نماز میخونم تمام دیگه تعطیل دیگه نمیخونم. یعنی حیات اونجا دیگه تاثیر کرده. میگه دلم سوخت، میگه زیخ شدم که مثلا مسلمان ها اینجا میان کشورهای غیر مسلمانی از دین از الله دور میشوند تا حتی نماز این سال اون سال میخونن. بعد میگه رفتم پیش بیمار آیسته آیسته صحبت کردم محمد منو میشنوی؟ محمد چند بار گفتم محمد که دستگاه نشون دادن که یعنی که خیلی احوالش بده. بعد تلقین کردم گفتم که لا اله الا الله بگو، لا اله الا الله بگو. چیزی میگو نمیفهمیدم. بازم دقیق گوش میکنم که خدایا مثلا حرکت میکنم که پیش از امرش کلمه شهادتن بگه با ایمان از دنیا برود قیامتش نسوزه. بازم حرکت میکنم لا اله الا الله بگو محمد، لا اله الا الله بگو. چیزی گفت که نفهمیدم. بعد لباش جولیدن خرسان شدن بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله. اولین کلمه گفت که گفت عروسی من کجاست؟ اون دختر دوستی من کجاست؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حیران زده. میگه اوچشم مادرش پرسیدم این چی خزیه چی خبره؟ میگه پسرم خیلی خوب بود، نماز خوب میخوند، متدین بود. از روزی که با اون فلان دختر آشنا شد تمام نه روزه نه دیگه قرآن نه تلاوت نه ذکر نه بندگی نه عمل صالح همه را رها کرد دنبال همین دختر مقصد. در میگم شروع کردم با تلقین کردن کلمه لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد. در آخر امانت میگفت آه جونم سوخت، آه آرامش میخوام، شفا میخونم. میگم لا اله الا الله بگو. تا اینکه از دنیا برفتن لا اله الا الله گفت. یعنی همین خیلی تاریخو دور نریم در همین امریکا در همین بروکلین بسیار هستن که نعوذ بالله کنار مسجد زندگی میکنن نماز نمیخونن. اگر پشت کلمه توحید نمیدون چی خدرت از خواهرای برادر که ما اینجا میان ما نکاحشو میکنیم کلمه توحید نمیدونن، لا اله الا الله نمیدونن چیه. در همین دوم ببینید چی خدر از ما مسلمان زندگی میکنن. اگر همه ما مسجد بیان نماز بخونن جو نمیشود. همه از دین دور شده. چی خدر هستند که از دین رو گردن نعوذ بالله. با خدا خیلی خطرناکه. والله هر وقت که ما و شما فکر کنیم حاضر شانس هست، حاضر ما و شما زنده هستیم، فکر قیامت کنیم، قیامت خیلی سخته. فکر خدمت فرزندان بکنیم، نگاه کنیم فرزندان چیکار میکنن، با کی رفاقت، با کی تنیش میکنن، نماز میخونن، ذکر میکنن، تلاوت میدونن، همه کارا میدونن، قرآن خوندن نمیتونن. زبان انگلیسی ماشاءالله در مکتب ماشاءالله یا که در دیگر شعبه‌های فرهنگی ماشاءالله، اما زمانی که نماز قرآن دین میشوند صفرند، زیروند. با خدا قسم روز قیامت هر یک ما شما جوابگر هستیم نزد خداوند. برادرم صحبت میکرد مادرش گفتم والله این فرزند تو عیب داری و شوهرت عیب داره. شوهرش که از بیزنسمن کلام بده که مشغول تجارت ده، فرزندش از دنیا به ایمان رفته. این خیلی خطرناک. باید ما و شما اندیشه بکنیم. میگم به خدا قسم گفتم اپا شما و پدر و شوهرت خیانت کرده به این فرزند شما جوابگو نشده روز قیامت. خب در آخر یک حدیث دیگر برای همین میگم ان شاء الله وقت خیلی رفته. یعنی ایمان ضعیف میشه، قلب ضعیف میشه، سست میشه، بیمار میشه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اتق المحارم
تكون أعبد الناس اتق المحارب تكون أعبد الناس. پیغمبر دلسوز و مهربان ما شما میفرماید که شما از محرمات پرهیزی بکنید، از کارهای بد دوری بکنید، هر جا کار حرام است از اونجا فرار بکنید، نکنید، انجام ندید. تکون اعبد الناس، تو یعنی بهترین عبادت کننده الله میشی. وارض بما قسم الله لك تكون اغنى الناس، و راضی شو با اون رزق روزی که پروردگار به تو داده است و تو تکون اغنى الناس، بایترین مردم میشی. دست یعنی که چشم به مردم نه انداز، چشم به کیسه و جیب مردم نکن، بس قناعت که از اون رزق روزی که پروردگار داده است. تکون اغنى الناس، بایترین مردم میشی. من خودم با چشم می‌بینم چقدر آدمایی دیدم که تجارت سرپردن سرسوندن، بای به دولت داشتن، چند ترک داشتن، چند بیزنسمن تجارت داشتن، کارخونه ها داشتن، شکایت میکردن بود خودشون در لیستی حکومت، در لیستی در اون کسانی که مستضعفین هستن نویسن تا کمک بگیره دولت، نعوذ بالله. اما همین خیلی انسان برادر دیدم که خودش یک طاق تنها در خونش از پدر مادر یک کسی زمانی که گفتن کمکش کنیم نصرتش کنیم در لیست و نام کسانی که ضعیف هستن بنویسن تا کمکش بگیرن، خشمگین شد گفت من ننویسین، من کمبغل نیستم، من مسکین فقیر نیستم، من مستضعفی نیستم. که یک کمبغل که استروکش زندگیش به زور میبرد، سبحان الله، چشم اشک ریخت. پیغمبر خدا فرمود در و احسن الی جارک تکون مؤمنا، همسایت خوب نگاه کن مؤمن میشه، همسایت نه آزار اذیت نتی، مؤمن واقعی میشه. و احب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، هر چی که برای خودت میخواهی، هر چی که برای خودت دوست میداری برای مردم دوست بدار تا مسلمان شوی. برای خود آبرو میخوای، برای خود عزت میخوای، آبروی مردم نریزون، غیبت بدگویی به نسبت مردم نکن. برای خود امنیت میخوای، برای خود بایگاری میخوای، برای مردم امنیت بخو، برای مردم بایگاری بخو. هر چی که برای خود میخوای برای مردم بخو تا مسلمان شوی. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. بسیار نخند در زندگی میگه، بسیار خنده دل میکشه، با خنده بسیار دل زنده نمیمونه، دل زنده میشه با عبادت، با فرمانبرداری از الله و رسولش. در آخر از الله سبحانه و تعالی درخواست میکنه همه ما شما را هدایت موفق کنه، در هر گوشه و کنار باشیم، خداوند ایمان ما را قوی تر بکند و خدمت پدر و مادر و فرزندان نگهدار باشد، سعادت و خوبی و خوشبختی دنیا و آخرت نصیب به ما شما رو بگرداند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.